سلامی دوباره خدمت تمام دوستان و همراهان گرامی. امروز در خدمتتون هستم با بحث حقوق در آلمان. حقوق یعنی چه مقدار حقوقی به شما داده میشه و از این مقدار حقوقی که در قراردادهاتون درج شده چه مقدارش وارد حساب شما میشه. من تصمیم گرفتم این ویدیو رو ضبط کنم چرا که یه سری دوستان از کارفرما در واقع قرارداد کاری دریافت کرده بودن و براتون سوال بود که آیا همه این مقدار حقوقی رو که ما در قرارداد کاری میبینیم ماهیانه به حساب ما وارد میشه و ما میتونیم ازش استفاده کنیم و اگر که نه چه مقدار از این حقوق در دسترس ما قرار میگیره و چه مقدارش کسر میشه. بحث امروز در مورد حقوق خالص و حقوق ناخالص در آلمان هست. حقوق که حالا اصطلاحاتش رو من در ادامه ویدیو میگم و توضیح میدم که این چقدر حقوق در قرارداد شما معمولا ذکر میشه و از هر قراردادی، از حقوقی که در هر قراردادی ذکر میشه چه مقدارش به حساب شما واریز میشه. با من امروز همراه باشید که این تفاوت رو بهتون نشون بدم. خب دوستان، بریم صحبت کنیم در مورد حقوق ناخالص بروتو و حقوق خالص نتو. حقوق ناخالص حقوقیه که در قراردادهای شما ذکر شده، در اون برگه حقوقی رو که معمولا دریافت میکنید از کارفرما. انتهای هر ماه اون حقوق در واقع لیست حقوق شما نوشته شده، حقوق دریافتتون برای هر ماه، و این حقوق بروتو هست، حقوق ناخالص که شامل در پای حقوق هر نوع پاداشتی، هر نوع مثلا مزیت‌هایی، هر نوع در واقع مزایایی که به حقوق شما باید وارد بشه در این حقوق ذکر شده. مثلا تعداد فرزند اگر داشته باشید شما یه مقدار حقوقتون میره بالا. همه این موارد در این حقوق ذکر شده که بهش میگیم حقوق بروتو یا حقوق ناخالص. همونطور که از اسمش مشخصه این حقوق ناخالص به این معنی نیست که شما تمام این حقوق رو دریافت میکنید و یه مقدار از این حقوق کسر میشه و در واقع بعد از این کسر حقوقی که به حساب شما وارد میشه حقوق نتو یا حقوق خالص شما هست. حقوق خالص یا حقوق نتو یعنی حقوقی که شما ماهیانه دریافت میکنید و میتونید زندگیتون و خرج ماهیانتون رو بر اساس اون حقوق برنامه ریزی کنید. خب چه مقدار یا چه چیزهایی از این حقوق ناخالص یا بروتو کسر میشه و در انتها ما چقدر حقوق نتو یا خالص خواهیم داشت؟ همونطور که شاید تا حالا شنیده باشید آلمان یکی از کشورهاییه که به این معروفه که مالیات‌های خیلی بالایی میگیره و بخش زیادی از حقوق بابت این مالیات‌ها کسر میشه. البته باید ذکر کنم که فقط بحث مالیات نیست. در واقع از حقوق خالص ناخالص شما یا حقوق بروتوی شما 4 مورد مختلف داره کسر میشه که خب هر کدومش یک مزیت هایی داره. بخش مالیات هست یا همون در واقع اینکومن اشتویا هست، یعنی مالیات درآمد شما هست. این بخشی هست که از حقوق شما کسر میشه. دومیش در واقع بیمه اجتماعی هست، در واقع سوشال پرزیشنگ. این برای این هست که اگر در طول مدت کار در فرایند حال زمانی که شما در کار هستید اتفاقی برای شما بیفته یا به دلیل کارتون رو از دست بدید، این قسمت بیمه‌ای که از شما حقوق شما کم شده تا یک مدتی شما رو تأمین میکنه که در واقع بتونید حالا زندگیتون رو بگذرونید. در واقع حقوقی رو، بحث بیکاری در آلمان به این صورته که اگر شما سر کار باشید و بیکار بشید تا یه مدتی که حدود تقریبا 1 سال هست حداقل، اداره کار شما رو با یه حقوق کمی تامین میکنه که بتونید کار پیدا کنید و این مقدار سوشالی که از حقوق شما، بیمه سوشال ورزیشنگی که از حقوق شما داره کم میشه، برای این موضوع هست که اگر بیمار شدید یا کارتون رو از دست دادید بتونید از این بیمه استفاده کنید. بخش بعدی بیمه سلامت یا کrankenversicherung هست. بیمه سلامت میدونید که بحث سلامت و بیمه های درمانی در آلمان اکثرا مجانی هستن. یعنی شما اگر خدای نکرده در آلمان بیمار بشید، حتی اگر یه بیماری باشه که خیلی خرج بالایی داره و خیلی حالا
مراقبت‌های زیادی لازم داره و ممکنه شما بابت این بیماری چند ماه نتونید کار بکنید، بیمه درمانی شما حقوق شما رو میده به جای شرکت و به اون چند ماه، حالا اگر در خونه، در مراکز رها یا در بیمارستان قرار باشه که بمونید، حقوق شما از طریق بیمه درمانی شما داده میشه و همچنین در واقع حقوق که نه، هزینه های بیمارستان و هزینه های درمان شما هم از این بیمه داده میشه. خب که این بیمه رو هر فردی که وارد آلمان میشه باید داشته باشه. بیمه های مختلفی وجود دارن. اگر علاقه‌مند باشی در یک ویدیو دیگه من ضبط میکنم این مسئله رو. ولی خب این موضوع برای اینه، بخشی از حقوق شما کم میشه هر ماه به عنوان بیمه سلامت یا که Krankenversicherung، که اگر زمانی شما مریض شدید، مشکلی براتون پیش اومد، بتونید از این مزایای این بیمه استفاده کنید. مورد آخر بیمه بازنشستگی هست، Renteversicherung تو آلمان خیلی خیلی مهمه. یه شماره شما دارید به نام همون شماره Renteversicherungتون. در اکثر جایی که اگر میخواید جایی برید کار کنید، اگر میخواید برپرد اقامت دائم در آلمان بگیرید، پاسپورت بگیرید، هر چیزی که شما بخواید بگیرید باید این شماره رو داشته باشید و بر اساس این شماره تعیین میشه که شما چه مقدار حقوق پرداخت کردید، چه مقدار چند سال کار کردید و چه مقدار از حقوقتون بابت این مزایای حقوق بازنشستگی کسب شده. و این هم همانند بکنم سایر کشورها هست. تو آلمان هم یه بخش از حقوق هر ماه از حقوق شما کم میشه که زمانی که وارد بازنشستگی شدید در واقع حقوقتون ماهیانه، یک حقوق پایتون ماهیانه به حسابتون وارد بشه. خب دوستان، تا اینجا توضیح دادم که در واقع تفاوت حقوق ناخالص و حقوق خالص چی هست، چه چیزهایی از حقوق ناخالص کم میشه و با این کسریاتی که از این حقوق اتفاق میفته، مابقی حقوقی که به حساب شما وارد میشه بهش میگن حقوق نتو و یا حقوق خالص شما. خب این بستگی به چی داره؟ آیا همه یه اندازه از حقوقشون کم میشه؟ یعنی 1% ما میتونیم بدیم؟ نه، به خیلی از عوامل مختلف بستگی داره. یکی به نوع قرارداد شما بستگی داره، به وضعیت متأهل یا مجرد بودنتون بستگی داره، چون کلاس‌های مالیاتی مختلفی تو آلمان وجود داره. فردی که مجرد تو آلمان بالاترین مالیات رو پرداخت میکنه و به همین منوال مالیات پایین‌تر میاد. اگر کسی در واقع متأهل باشه میتونه انتخاب کنه که اگر هر دو فرد دارن کار میکنن به یه اندازه مالیات بدن که باز از مالیات فرد مجرد کمتره، و یا اگر فقط یک نفر داره کار میکنه باز هم مالیات کمتری پرداخت میشه برای این افراد. بسته به این که شما حالا متأهلید، مجردید، آیا فرزند دارید یا نه، این مقدار مالیاتی که از حقوق شما کسب میشه متفاوته و در نتیجه نمیشه حالا 1% خاص از حقوق رو بگین که شما وقتی حقوق بقوتتون این مقدار هست، حقوق نتوتون در این حد هست. همچنین به تعداد فرزندها، مابقی چیزها بستگی داره. اگر فردی زیر نظر شما برای درمان باشه، فردی خانواده، باز هم یه مقدار از مالیات شما کم میشه و اون حقوق نتو یک مقدار افزایش پیدا میکنه. یک سایت های مختلفی وجود داره که شما میتونید برید شرایطتون رو تو اون سایت در واقع بذارید و ببینید که اگر حقوق بقوتتون این مقدار هست، حقوق نتوتون چه مقداری هست. البته اگر در آلمان مشغول به کار هستید، خب در این لیست های حقوقی رو که آخر ماه شما دریافت میکنید همه موارد توی ذکر شده بابت مسائل مختلف چقدر کم میشه و در انتها نوشته حقوق نتو یا خالصتون چقدره که به حساب شما وارد میشه. ولی اگه قرارداد کاری دریافت کردید و علاقه‌مند هستید که ببینید با این قرارداد کاری شما چه مقدار حقوق دریافت میکنید، یک سری سایت ها رو حالا من توی زیر پست اعلام میکنم، میتونید برید این سایت ها رو توی این سایت ها ثبت نام کنید و ببینید چقدر حقوق دریافت میکنید. که حالا مثلا یکی از این سایت های مورد توجه اشتو یا گو هست که میتونید توی ثبت نام کنید، شرایطتون رو بنویسید، وضعیت تعهل یا تجردتون، تعداد فرزندها و حقوق بقوتتون رو وارد میکنید. در انتها به شما میگه چقدر حقوق خالص در دست شما قرار میگیره.
اگر باز خیلی دوست دارید بدونید اگر حقوق بقوتتون بر فرض مثلا 5000 یورو هست، نتو چقدر در دست شما قرار میگیره، میتونید به صورت درصدی حساب کنید. حدود بین 64 تا 68 درصد این حقوق، حالا 68 تا 69 درصد این حقوق وارد حساب شما میشه. روی این حساب شما میتونید حقوق بقودتون رو ضرب در این درصد کنید و به صورت حالا به صورت تقریبی ببینید که حقوق خالصتون چقدر میشه. یعنی این مواردی که از حقوق کم میشه، حالا میگن مالیات آلمان 40% هست، در واقع مالیات به تنهایی نیست، بلکه حقوق بازنشستگی، در واقع بیمه بازنشستگی، بیمه درمانی و همه اینها کم میشه. در واقع چیزی که در انتها از حقوق خالص شما، از حقوق ناخالصتون کم میشه، یه چیزی بین 30 تا 40 درصده که در واقع به 40 درصد معمولا نمیرسه. بین 30 تا 35 درصد از حقوق شما بابت این موارد مختلف کم خواهد شد و چیزی که دست شما رو میگیره 65 حالا تا 68 درصد این حقوق هست، برای اینکه حالا تقریبی ببینید چقدر شما حقوق وارد حسابتون میشه. خب دوستان، اینجا بحث حقوق خالص و ناخالص به پایان میرسه. هر گونه سوالی دارید، هر گونه کامنتی دارید، اگر در مورد مسئله دیگه اید در آلمان میخواید اطلاعات کسب کنید، حتما زیر این پست برای من بنویسید تو کامنت ها و من سعی میکنم در اسرع وقت ویدیو مربوطش رو براتون تهیه کنم. خوشحال میشم اگر این ویدیو بچه این مطالبی براتون مفید هست کانال رو سابسکرایب کنید، در واقع کامنت ها، لایک کامنت هاتون رو زیر پست بنویسید. اگر ویدیو رو دوست داشتید و براتون مفید بوده، خوشحال میشم لایکش کنید و برای عزیزانی که به این مسائل نیاز دارن، به این موارد نیاز دارن، بفرستید. موفق و پیروز باشید.